همین با خود روی پر از دخترای جوان بچهای جوان امروز اومدم یا بچه دختر یاش جنگ شده آخر رفتم پرسیدمشون سوال دادم که سبب جنگتون چیه ایش دختر میگه که من این ازمه نکرده که میگم همین ادنشنی همین رابطه شما چی دو دسته نه بچه میتونه نه دختر برای چی برای که در زندگیشون یگان هدف ندارن غیر از رابطه برقرار کردن یا تین در فرزنداتون که هدفهای دراز مدت مونن اوضاع خودشون نرسن یک هدف معین در زندگیشون داشته باشن وقتی که 17-18 ساله میشن اولین درجه چیزی که میدونن در سرشون جوش دیگه شوکنی زنگیری نه این چیز خوبه من نمیگم این چیز خوب نیست لیکن این چیز به چی میبرشن با بیرهگی با رابطه های ناسالم 3-4 تا بچه هم خیلی فریم میکنن میپرتشن دختر در حال خود بهادیش حالت روانیش پایین دست میده بچه هم باشه هم خیلی بعد در آینده در زندگی اولیویشون هیچ چیز به فکر شما ضرر نمیرسونه